بیشتر اصلا نخوابیدم امروزم نباید بخوابم. همون اسپرسو دو؟ آره. مرسی. حوصله‌ات سر نمیره اینجا؟ ساعت چند میخوابی شب؟ 2:03. خوب به موقع میای اینجا. یا فقط قهوه هم میزنی؟ یعنی فقط قهوه میزنی یا غذایی هم داری؟ فقط قهوه میزنم. فسفودی جلوتر هست نمیخوام. نه کلی پرسیدم. اون چیه اونجا؟ این اینجا چیکار میکنه؟ تلاس؟ تلاس حالا بود اینجا ولش نمی‌کرد. شاید دوزیه. خیلی خوشگله. ببینم نه خودم پیداش کردم. میگم اگه دوزی چیز باشه پات گیر نمیفتم. بدل چیز خاصی نیست. نمیدونم صبح پلیس سر خیابون بود گفتم شاید یه جوری زدم. پلیس دنبال بدل نمیاد. بیا اومدم. بدش من. ببین وایسا بذار صاحبش بیاد بریم به صاحبش. صاحب اصلیش منم. خودم پیداش کردم. بدش من. تو اگه اینطوریه که الان دست منه پس لابد مال منه دیگه. من یه گردنبند دقیقاً این هم داشتم که گمش کردم. بدش من. ما این تو صاحب رو پیدا می‌کنیم. فکر می‌کنی این تلاس می‌خواد خودت برش داری؟ اینطوری فکر کن. بدش من. یه لحظه وایسا. سرچ می‌کنیم ببینیم مثلا اصلی یا بده. خب این کد نداره. اسید نیتریک اگه بریزی روش اگه سبز یا قهوه‌ای بشه یعنی تقلبیه. خراب میشه. خب وایتکس داری؟ میگم خراب میشه. نوشته بکشی رو سرامیک خط بندازی این اصل. فکرشو نکن. یه لیوان آب بیار. اگه اومد رو آب یعنی بدل دیگه. رفت پایین. اصل. ولی کد طلا که نداشت. یخ داری؟ خیلی. ببین اینو میذارم اینجا. اگه زودتر آب شد یعنی درست. سلام. روز میخوام یه گردنبند اینجا پیدا نکردی؟ چه شکلی بود؟ طلا بود. طلا که نه ولی خب یادگاری بود. عکسشو دارم. نه ما چیزی پیدا نکردیم. همه جا رو دنبالش گشتیم. آخرین بار اینجا دیدمش. کی دیدینش؟ دیشب.
نه ما چیزی پیدا نکردیم. میخواین شمارتون رو بذارین، اگر کسی چیزی پیدا کرد ما باتون تماس میگیریم. انشالله پیدا میشه آقای صبری. امیدوارم. خداحافظت. همین بود؟ میخواد بریم؟ این طلا نبود که دنبالش نمیمون. همون 50 میزنم به کارت. میگم اگه خساراتی چیزی خواست من